سلام خدمت شما عزیزان. امروز اومدم که بهتون یاد بدم چجوری یک سکشن بالای سر ایجاد کنیم. اول که ما کاملا باید خیس بشه. حالا من از قبل خیس کردم ولی الان باز نشون میدم. کاملا خیس میشه. شونه کشی با قسمت دندونه درشت شونه اول انجام میشه، بعد یک بار با قسمت ریز شونه، دندونه های ریز، شونه کشی رو انجام میدیم. حالا امتداد ابروی چپ و ابروی راست، شونتون رو میارید بالا و همین خط رو تا قسمت اوج سر ادامه میدید. این قسمت رو شونه میکشید به سمت پایین، کله ممکنه این خورده شله، و یه لاین دیگه هم این ور باز میشه. این کار آسونه، زیاد سخت نیست. و اما این الان انجام شده، درسته؟ یه راه دیگه میخوام یادت بدم، یه بار دیگه شونه کشی کنیم. این یکی خیلی آسان تره، ولی خب باید مراقب باشید که سکشن وسط زیادی قطرش کلفت نباشه، اون وقت مشکل تو کوتاهیتون پیش میاد. خب یک بار با قسمت دندونه ریز. حالا این سری این شونه رو از همینجا اصلا بیار. خب دو تا انگشتت، ببین بین دو تا ابرو این دو انگشت رو میذاری میای بالا، پشت شونت دو تا انگشت رو حرکت میدی تا همون قسمت اوج سر. یه شونه اینجا بکش، یه شونه اینجا بکش. حالا همین آسونی شما یک سکشن وسط سر داری. الان آماده است، میتونی لیفتت رو انجام بدی.